کن پول ناده تو بزنش بزنش صل على النبي 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 پول نشو داده پول کارم حاجیه درسل عبدالعینه کی نه اونجا برم چه بکنیم حمال موی نقدی خیر موی قیمت هم خوبه خیر تو کوی تو کامو کنو بود جی آره همین کمال زد تا بیا سه تا بیا پیدا دیگه بخترن عدد تا تو گپ مزنه دیگه تو سخنت که نگاه خیلی مداخلت نکنی شرکت دخالته که عجب گیر چه آدم وای حاجی همین دستمال خود دور سر نه دور کپه بکنی خفه بکنی ها نه شما راه راست بریتون آره دو تا کامو یا تو راه راست رفتی تو مال بالا که راه راست رفتی مرد که دوست مال ما بالا کشید نگاه کنید دیگه نماینده نصیحت به خوب نکردن فلاش دنبال شما کافی که جبران بکنیم با دنبال ما نکافی جان ما بزور المناوره برو اردت برو به خود کار بگو گاتونس ها بچه روی برم دیگه نه فهم شما بلدی خونهش کی بلدن تو بلد نیمگه یکی این خونه نه به نظرم که یه باشه تو همین خونه سگم بگه همین آدرسی که اضافی مجد کویتی همین یه همین خونه گپه نگو چرا داره خوش نه عبدالعینه کی خونهش همینه یه سران حاجی همین سراشنا همین خوشنا جونی هم میشه ماشاءالله بره يلا هوس بس يا خدا کوچه سور بر لا موتور این موتور فویده هنی یک موتور ول وی خوی خود کنی با دیوار تایی هودا کم بلکش کم بلک هودا بگو نار به تو په بخش چی میاد همین موتور جک موتور باش خود جک بده تو منم کوچه سورم در خود چند بار مزاله ایگو خوب سلام عبدال چه خبر؟ سلامتی اگه هم یا تو قایق مسید تاش نو موتور نو مونه برم دریا فقط منتظر برو او را چنو چی بوده؟ بودو اینجا تو هم نافیتت بوده واجی مگه چه خبرن؟ بابا هیچی نه حمدی مگه چه بوده؟ چه تو کرا حمدی؟ ما مونه چی بکنیم تاش مسید نو موتور نو همه چی اوکی فقط نرفتیم دریا پول منوید که همه چی ما راست بشتم موی آمدیم بخود شما خب پول عبار حمدی مگه نتو گرفته؟ ما پول مو گفته بله خواب بیتو موی پاکه موی چند عد من عد بیتو آدم مرفع یعنی که برای به اون آدم موی خوب بیتو آدم لیکن موی خوبه تو ارتان خب مشکل نی چقدر پول تونه بی؟ موتور منوید اخفال همه چی وسایل منوید نه تو یخچال تو برن یک موتور همون یادم موتور ول معمولی حمدی موتوری منادا مثل بهتر از کجایی سوره پا ماتشه دا اگزوز استخدام بیاد حالا چقدر تونه بی؟ همین سر 50 دست میاد ها جی حمدی مگه پول نداده یه بی مخص کارت تو پول داده سر بار کنچی رو شما. واسه این سر کنچی رفتم اسکنی شما واجی به ما درد سر نکنی و حمدی بابا کور به تو پول حمدیشو سید اینا حمدی کور به تو پول ما به حمدی عدم ما فقط بعد که بود زنگ به تو زنیم دیگه حقوق سینه از این پشت طرف چه او را کن سینه زنیم تو آدم آقا بفرد پشت پاسگاه بودم شما کلاهبرد ارتون واجی عبدال و توم پول در را اگه تا برده هاده به اینا برو خور کچاره بگی یه قبرستون نزدیکن یه مخول که یه بکن صبر کنه گفتن گپ کنه زدن بابا این دفنه بکنم امرو اینجا حمدی به اینا چطور اعتماده که کارت خود داده به اینا ما خب قبل که بوده اعتبار ما بوده و سبلنگ بودیم یه دیگه تو ما بالات یک تا بس کشیدی ما نمودید یک تا که دو تا کم تو خور فبل کار تو واجی پول عبار من نگیردی بریم موی به کسی گاده نه دیگه خور ببر باید کماری دیت بس خلاص یه خوش دنبال ما علگه نو چای شوم زنگ ما ندادیم ما یه دیگه کاکا جان اگه پول دست سر راه تا برده به این دوتا هاده این دوتا اصلا در شهر هست که اعتبارشو ناکن تو به چطور اینو دوزید که؟ حالا اونو بماند تو ظلمات این دو گپ یه تو هم یکمی دوزی ما بدبخت همین کردیم داستانیش هست ها چه داستانیش هست کلا سر ما نه داستانش
بدو خوبی بگو حاجی من نگو به یه نه یا باش همو گشنه مرده چقدر دار خود تو خود خوراک خودت نبوده ما به تو بازار نبوده چاشون برو کم مزه دیگه هماهنگ بکن برادری نصیحت کنم اینم که نگفتن یک چیزی نگفتن خرابه یه خیلی آدم خرابی اشتباه بودیم ما رو بیمه کردیم نورمون هم بیمه بله بگو یه بعد دنگی اثر دور توریم خواه خب همین چند مدت آواز اینو بدم یک بلوی سر دور تو چی گویی نخردینی اونجا؟ تعریف شما چی گویی یه نخردینی تو؟ تعریف شما نکرد حاجی گفتم پول شاده من دستشو گرفت نگو باکه چیز خراب نگفتنش چیز کیوری حالا به مداخله کنه که تعریف ما کن والا تو دیگه هستی که تعریف خیره کن خیره یالا تیری حالا خب هم پول مواجی ها کی خوب بودیم تو دیگه تو که خوب تفهمی نومی بیمونته که حتی خب دو مال مهون در زندان نه تو به در اصراف که چی تگو؟ یک چیز شگو من فهمی یک چیزی شگو حالا که خوب پول به حسن نگاه کن زیادی تگه این قبر آماده کنده این کنده به همینجا باید نهمی ده بکن دفن نتکنی همینجا برداری نکردی تو هم نه به یه پایده آماده ها یه تو سیده حالا دیگه عبدالعینه کی تونست شرط روز اول خوب چی بوده؟ حالا شرط بود ما نمگو تو سخن نکنی تو سخن هر نگو. چی ما بگو با یه دیگه حالا دیگه پول بوده که دی حالا فخر به تو تو باید خوراک تو فعلا به خوراکی تو اونم یه چور یا بگی حالا ممکن بر یک سهمی تو ما کرده والا آدمونی کفتی ما نه بچه، تو زبون دراز نگه زبون زبون درازی. دراز نه صحیح ما هم حرف حق یا اگر ما به سیر پول منا که موشی خوردی دیگه پاکت کردی ما هم به حق ما اگه به حق باشیم ما به تو مکشته مکشته ها دیگه زندگی هم سر دریا سر دریا با زیرها باید مکره سلام علیکم دور اینا همونان که پول نشداره علی همونان که پول نشداره بگو نارین بیچی بابا بیچی بابا ایتو بیچی ایتو مکو بابا پول ناده یک تو کیان علی یک تا همزه یک تا زبوده کیان یک اینجا زبوده اوه مکو یه کوش بیچوک مردونه کوش بیچی تو آروم بابا دست در نکن پول ناده ایتان بزنش صل على النبي 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 پول نشده پول ده بسته نشد شما پول خوب شنت کردی تو بیچی بگه با چمو کرده میگه چی نه تو کرده افنی دخه درم چند شو برده چقدر وسایل حالا درم ایشو مال ما کی برده همینو شو برده چی شو برده چی نشو برده آخه قلاب شو بکنار که اینا دیگه جهنم چی کیسا خالی کارت خالی من کارت خالی اکیان کارت خالی کار ها نگاه بگو کی نوشته کی برو نوشته اسم حمدی علی چه شو برده بگه چه شو برده صندلی آده به حاجی چه شو برده بگه سه بسته کلاب یک درزن کم بگو 2 تا روغن یک کارتون دیگه چه دیگه 20 تا مدور بوده اینجا هم نوشته ها یه همه دفتر که سیاه کرده یک تومن هم به بده به کارتش نه به یه 50 به بشه زن به هیچی آدمی مثل کپسول پلمانه دادن بیمانه شو وارده یه هر جای خرسن جای ترسن ارسم به خوش حالا چقدر بکشم یلا حالا ما فاکتوری مونه لیق مونه همه چی علی مونه کارت حمدی بوی بارشن نسکافه همه چی به چی کار بسید هم بشه مثل انکوشی رنگ بزرگ بس نکو بر وظیفت انجام آده بله پول شونه یادم کارت حمدی مشکل نی حاجی چی تو نوید حالا چیز دیگه همه بری ها همه جا حال کو مال نشون چلا حال کو بیام نشون شاهد برای چی تو نمیبری ما برای همه چهره دلایره همه دیره وزی ما شاده حال کوشو بیا کار لیق بنویس لیق لایه‌ای حاجی دستکش یادت نره دستکش هم بریم 6 تا 7 دستکش بریم شما 3 نفری با به اسپرم تو رفت این کار خوب کن لباس بارونی لباس بارونی ها
حاجی سایز منی حاجی بولد بیچه هم منو بگو فراختر بشه خوبه بیا لباس راش گپنا چطوری چک میبری یا اوطوری؟ چطوری تره لباس را چطوری تره لباس را 5 تا 5 تا شاید پرخ بشه 5 تا پول حمدی ها جلال بسی میلاد بسی هرچی ها منصور هم یه همونو نفر تا بینیز بولد بس شما کلا موره مار تو ابی حمدی بدبخت که رخا آیه بینی. نسکافه نشاوه حاجی سفارش داده بفرست نسکافه بیاره حالا برو نسکافه بیا لباس راش خیلی قلاب دیگه چه منو واس حاجی؟ دیگه چه؟ کارت چاکون هم منو واس همه چیشه بی هرچی عده که خود فهمی دیگه کلاب هرچی یک بزه کلاب بولد همه باش به کی تو نه بیسته با؟ روغن یک کارتون روغن حاجی کلا به نو یادت نرد گاه وقتی به شهر خلاص یک کارتون مرگه چه بکو کارت خواهم بکش هرچین حاجی هر چی کشی مال قبلا بکشم؟ مال قبل هم بکش همه بکش قبل دو برابر بکش که دیگه هر فرد مالونو بو که پیش داره هزار حاجی گفت نده نه بروانی مالوشو که دارشو خردم بکش هاده ولی من حرام خیلی. نکنم یه با ما رفتیم رمز 27 2 0 27 2 0 یه جواب بده نه صاحب که دوباره بکشم 27 2 0 ها رمز درست نده پولش هسته پولشه پول فکرت که آدم کمی اسمش نگاه بکن حمدی که بله بله. بله به اون رسید تو نوید نه رسید ناشه خود رسیدی خلاص ما رفتیم یلا خدا حاجی یلا یا حاجی یه جا خشو وست هم کنچیر دقیق کنچیل تنگو برو تانگو ها شب جو جلوتر برو حاجی همینجا خوبه سیر باشه مگه شما دوزی تکره سس در نکن حرفون زجکش حاجی حالا چه دوست تکره بیا شو شاده دو بکو بله حاجی یاها تو بخ کلاه هم مدرخ همه چی؟ چیزی خود سرسدان نکن دیگه یک تا اینجا ما آوردم غار بده بیا یه خوبه اندازه یک عددی که دوست مکرد خب تو نه اگه اونجا کارت کشی خوب نکلاه کلاه میدم ایرخ بیسوف جمع کره ها یا الله مدل تهمیه حاجی اگه همه آدمی که شگو مال دوزین آخری ما چطور؟ ایشالا به خوب همه هم دیگه با دیگ نشینی سیاه بدو دیگه چه؟ حاجی حاجی سب بکو ای بین نقایق منوی تا دیگه نگیری بخور نقد همه جمع یه بی دیره منو نه یاره نقدیری ها همین جویی داده دارم همین خدا رو گوش بکن دست در یلا یا خدا شخصش هم خبر یلا برم همین چوقی ببریم بچه و پولان خود زنده مو که به ما زنی نه دیگه زنده کنی سب بکن خوب حالا یکم خوراک بی حال به یک دست کنیم خوراکش بس شوید خب بس خلاص بیفچه هم یک طوری شدیم بریم حاجی بریم همیشه خود دخو بریم همیشه زهب ایشا خرابه کار کن گرم و کنفشینگم با سالم بزید موتور رو روشن بکنیم بیا موتور خودمون برو روشن بکن تا بریم دخو بریم موتور رو روشن بکنیم یا خدا چه خواهد کنم دیگه یه اما شب نما روشن نبودن برو حاجی برو یا خود برای همه چی خوب بریم خونه حاجی